آیا کار در کانادا به شما پسند است و آیا می‌خواهید که درآمدتان در ماه نه کمتر از 2000 و 3000 دلار باشد؟ چنین فرصت‌ها برای شما نیز وجود دارد. سلام علیکم، روز همگیتون بخیر باشه. به فرق از جای‌های کاری که در استانبول نشان میدادم، یعنی رقم‌های خودی صاحب کار بودن و همراهش در تماس می‌برآمدین، این بار برای فرصت‌های کاری در کانادا و دیگر شکل تقدیم می‌کنیم. پیش از هر چیز باید بدونین که اینها همش فرصت کاری است و تنها کاری که من میکنم همون آدرس یا ایمیل آدرس کار دهنده را برای شما آورده میتونم و طرز کاری میگفتگیشه و چقدر معاش میته و چی خصایص داره کارش شما ده میگم و باقیش در خود شما بستگی داره که چگونه مکتوب روان میکنین و انکیت پر میکنین تا اینکه کیسی پر میکردگی شما را قبول کنن و به جای کار تأمین کنن و دعوتتان کنن. باید بدونین که کانادا و دیگر دولت‌های قوی‌تر دنیا از طریق الکتروپوشت قطعتون تماس می‌برند و از روی انکیت شما به شما بها میمونن و آیا شما را در کار قبول میکنن یا نمیکنن. پس انکیت شما رولی مهم بازی میکنه. فرصت کاری که الان ما داریم این استرویکادا هست. صاحب کار دهنده از شرکتی بیسکی چینگی میگن. اصلش در بریتانیای. همین شرکت که ایمیل آدرس شهوز میمونم تو نه انکیت قبول کیسه انکیت آدمایی را که در استرویکا کار که میتونن و مهارت‌های خاصی بیناسازی دارن. ساعت‌های کاریش در هفته 40 ساعت باید کار کنی، یعنی روزانه تقریبا 5-6 ساعت باید کار کنی و ساعت کاریش 21 دلار میتن. درباره کار استرویکا دیگه خیلی نمیگم، اکثریتون میدونن کار استرویکا فرووردن بارو و متریال و تازه کردن و دیگه کارهای وظیفه‌ای که داره. شرط این کارها همی است که زبان انگلیسی را خوب باید بدونه. یگان گونه دیپلمای تحصیل لازم نیست و اولویت در اون شخصای داده می شود که کارهای بینایی را خوب میتونه. برای تقدیم نمودن در این وظیفه میتونین که بین الکتروپوشت مراجعت کنین و انکیت خوبی خودتون روان کنین و امیدواریم که زندگی خوب و با موفقیت داشته باشین.